البته حله نیرنگ روس خبیث در بالای تاجیک‌ها این یک مرتبه نیست. در طول تاریخ اینها تاجیک‌ها را غارت کردند، استقلالیت تاجیک‌ها را برباد دادند. حکومت الله و رسولی که در اینجا بود زدند و حکمی خودشون را جاری کردند. بالاخره مردم تاجیک با بردند و غلام کردند و انا همچنین پاسپورت دادند و غیره. مردم هم باور کرد که پاسپورت گرفتیم و انا کن اینجا ما یک وطن دیگر پیدا کردیم. گفتن که دیدن که هر کسی که پاسپورت دارد به صف اول به جنگ برده شده است و این جنگ هم ببینید که طولانی رفته شده است. والله اعلم عاقبتش با چی میشه، لیکن روز از روز بد شده شده است و روز از روز برای روسیه هم آدم لازم شده است و تاجیک هم کم نیست. تاجیک هم کم نیست. ده ها نفر اگر صدها نفر نباشد مرده برده گسیلونیده یا در تاجیکستان یا در اما خود روسیه گورانده شدند. بالاخره مسلمان نباید به این کارها همراه شود. مسلمان نباید به جنگ‌های که دفاع یک روس است، یک دشمن الله و رسول است همراه شود و مسلمان نباید به این کارها دست زند. این حرام است برای مسلمان و شما پیروی به اون قدیرف نکنید. شما نبینید که اون چچن‌های ریشدار رفته شدن که گفته اینا صوفی است. صوفی، این صوفی در تمام عمرش همین خیل است. ریشه میماند، عصای میگیرد، شیطان لشکرش میشد. دیگه اینو یگان بار لشکر قرآن سنت شده نیست. برای همین اوچاد بموندن شما، رفتن شما این کارها حرام است. اما اگر این مسئله اجباری شود و اوچاد بمونید هم شما بالاخره جنگ بند نروید. این آیسته مردم جنگ رفتند. پدر و مادرها بعضی ها حتی راضی است که اکنون میگه فرزندم تو به جنگ نروی، همه این شهروندی ما گرجدن این گرفتنی ما را اینها انیلی روات میکرد است، یعنی بیکار میکند شهروندی ما را. برای می فرزند اکنون قربان میشی، برای یک اوله قربان میشی. یعنی آشکار واضح فرزند رفته که موری هم اجگاب نه که ما زنده مونیم گفته روی میکنند ازش. اعوذ بالله. این چه شرمندگی است، چه شرمندگی است. نخود همین چیز به عرضت، نخود همین زندگی در روسیه همین به عرضت که شما یک فرزندی که چقدر به عذاب و مشقت و آزار و اذیت کلان کردید بعد از 20 ساله و 22 ساله شدنش اینا جنگ بفرستید، مردنش به راضی است. من از روش بسیار ویدیوهایی که میبینم در همون یوتیوب چنان خیر خوش میکنن که گویا خیر این رفته به خاطر ما قربان میشد، ما اینکه روسیه به استیم گفتنی معامله شده است. من حالت این مردم میبینم، حالت این تاجیکا رو میبینم. من خودم هم تاجیک هستم، من از همین مردم هستم. این طبیعت الله آفریده یک فطرتی است که یک انسان وقتی که قوم خودشان مشکلی میبیند میسوزد. من برای این تاجیکای سخناش گوش میکنم. 3 ساعت و چند دقیقه این پرزیدنت تاجیکستان امامعلی مشری گپ زد. خیر جاهای در کارش گوش کردم. محیدین کبیری 1.5 ساعت درباره مهاجرات در اروپا گپ زد، گوش کردم. و دیگر مقاله نویساش از ددوجان الله باشد میخوانم، از این گروه 24 باشد میبینم که اینو چی میگوید. ما یعنی دیده ایستادیم، نظارت کرده میستیم که اینو چی میگوید. البته که محمد اقبال مشاهده نمیکنم، برای که سخنهای محمد اقبال عادتا اینقدر سخنهای یک نه علمی دنیوی نه دینی هیچ نه، فقط همین حقارت تو گفتی من نگفتم هیچ خیلی اینو نمیشه گوش کرد. یکی بالاخره شما اگر به من سوال کنی که چرا میبینی، چرا دیدی، چرا امامعلی را سخنوش گوش کردی، چرا محیدین کبیری را میبینی، چرا گروه 24 را میبینی، چرا ددوجان الله میبینی؟ برای اینکه یک مردم شما بها دادنی شوید، انامین رهبرای این مردم یک بار می آموزید که این مردم چه خیلی رهبر دارد. رهبر سخناش میبینید و بعد پیروای او به بهای میدید. من وقتی که
سخنهای مثلا حکومت تاجیکستان میبینم به همون پیروای این حکومت، طرفدارای این حکومت بهای نول آدمی را میتیم، برای اون که اینا یک ارتیست سپکتاکل هم خیلی کرده روز به روز رفته است. برای شرمندگی این حکومت یک چیز بس است که 10 ساعت دمومالی بر اومده گاو زند، 50 ساعت دیگریش. طالبان اینو تروریست میگه. طالبان به سویت میفروشد پولکتی. تاجیکستانی که مردمی که چند سال پیش سهمیه جمع کردن، میلیون ها سومون مردم جمع کرده دادن، مردم به پول خودشون امروز راه میسازند، کوپروک میسازند، مکتب میسازند، این مردم به سویت زندگی میکنند. این مردم تاجیک هم آخر سویت به پول نمیگیرن که، این مردم هم همون سویت برقه پولش داده میگیرن که، میخرد مردم تاجیک هم میخرد از حکومت، لیکن حکومت مردم نمیفروشد. طالبانی که تروریست است به گفتی خود حکومت تروریست است میفروشد. در اون تورمه ها پور انسان ها است. برای چی؟ برای اینکه طالبان به لایک زدی، حزب نهضت به لایک زدی، از خودت تو میلیون چند میلیون دلار به هر هفته، چند میلیونی به هر هفته 2 میلیون 3 میلیون دلار به فروخته شدن، پول به کجا میره؟ خیر فهمیدید شما فهمیدید که اینا همیش دروغگو است. راهبر اگر همین باشد طرفدار اینا همیش شرمنده است. تاجیکا بهاش نال شده از این جهت. از جهت دیگر وقتی که نظر میکنیم به سخنهای راهبر دیگر قسم نظر میکنیم به مخالفا البته راهبرای گوناگون دارد. راهبرای گوناگون دارد. پیمان ملی ساخته دروغ بر دروغی که 5 6 درنش به حزبای خودشون ساختن. بالاخره رئیس حزب نهضت محیدین کبیری، جناب محیدین کبیری وقتی که صحبت میکند باور بکنید بغضی که نسبت اهل سنت دارد، طعنه که به اهل سنت دارد، تاریخ به هیچ کسی نکرده است. سالهای 2015 16 17 وقتی که خودشون نو به اروپا آمده بودند، مردم دعوت میکردند که اروپا بیایید اینجا آزاد است، حجاب میبندید، نقاب میبندید، ریش میمونید. انا گفته بعضی چوجه های حزبی کوچه های ورشاو به اینو به نماز میخوندند در کوچه ها، مردم نشان میدادند که اینجا آزادی است. گفته انکنون من مراجعت آخرین محیدین کبیری را دیدم که یعنی مسئله مهاجرت در اروپا را مردم ترسانده است. یعنی همون راهبریت حکومت تاجیکستان کدام راه ترسانیدن پیش گرفته مردم ترساند؟ راهبریت پیمان ملی، حزب نهضت اسلامی به نام اسلامی میگن، حزب نهضت شرکی، عیناً همون روش دارد. یعنی مهاجرای تاجیک بسیار آمدند و صورت سیماشون بد است و از اینا خودش اهل سنت، مقصد این اشاره به اهل سنت است. بله حزب شما حزب شیعگی است، شما اهل سنت بد میگید. انا میگم ما با کسایی که در اروپا هستند، بچه‌ای که در اروپا هستند، وقتی که شما را میپرسد که چی مشکلی هست، شما فهمونید که حزب این حزب مردمی نیست، اینا شیعه است. شما اهل سنت هستید. اهل سنت و شیعه فقط در جنگ است. انا میگم اینا اهل سنت در اروپا تروریستی و این اون و همین چین به مشهور کرده پرستگی هستند. 10 سال است نمیدونم 20 سال 50 سال زیادتر در همون امریکا و اروپا پاکستانی به همون لباس پاکستانیش میگردد، به همون ریشی پاکستانی که کلان اهل سنت و جماعت میگردد، به سله میگردد. هیچ کس اونها را پاکستان مردمی بعد گیجا ببینید ترسید گریزید، نه در امریکا نه در اروپا اونها را نومش سیاه نشد، نه قپید برده ترمه نکرد. چهریش هم از تاجیکا سیاه‌تر، ریشش از تاجیکا کلانتر، لباسی همون افغانا میپوشد، پاکستانی افغانی. همه این پرابلم در پاکستان، هزار نمود قبیله در پاکستان، همه نمودی جماعت ها، همه نمودی جنگ ها، همه نمودی مشکلی ها هست، لیکن پاکستانی ها در تمام اروپا و امریکا معیشت کرده، آزاد دینش کتی. همه این مسجد های پاکستانی است، مدرسه های پاکستانی است میگردد. هندی همین خیلی است. افغانستانی که بود امروز همجا جنگ، همین نمودی جماعت، همین نمودی جماعت نغز است، گنده است، آدمکش است، نه آدمکش است، همینجاست. افغانا در اروپا و امریکا میگردد آزاد. همون ریشش، همون موی درازش
همش لباسش کتی. مسجدهای افغانو مسجد دارد افغانو. سومالی ها از سومال گرفته آمده است، بدین بدین همیش مسجد دارد. مسجدی سلفی هم دارد، مسجدی غیر سلفی هم دارد. در مثلا فرانسه عرب ها، جزایری ها، مراکنس ها اومدگی، اینها یک سال دو سال نه، اینها 10 20 سال 50 سال زمین خواست. عرب ها از سوریه اومدگی، معلوم نیست که اینا در جماعت یگون بد بود نبود. در اروپا یگون نفر این انسان ها، نه پاکستانی نه افغانی نه عرب نه عجمش، یگون نفر بریش اینها، لباس اینها، مسجد اینها، مدرسه اینها کار ندارد. تاجیک که نو همین کمتر اروپا به اومده است. تاجیک نصفش ریش هم ندارد، لباسش هم لباسی همین اروپایی هست، مثل پاکستانی، افغان و هندی اینا لباسی عربی چینی خیلی ندارد. مدرسه یگون دینی در اروپا حال یگون تاجیک ندارد. یگون مسجد خود تاجیکا ساخته پوشیده برآمدگی نیست. مسجد باشد مسجد دیگران ساختگی باشد. یگان سنتری فتوا ندارد، هیچی ندارد. به درجه موحدین کبیری ترسیده ایستاده است و مردم میترساند که گویا که تاجیک بود عمرش در درون جنگ و در درون تروریستی و در درون آدمکشی زندگی کرده باشد. آخر تاجیک در همون روسیه یگان کاری بد کرد تا همین روزه. یگان چند سال از تاجیکا از همون روزی استقلالیت تاجیکستان میگید، از همون روزی مثلا پاشخوروی میگید شما، انا 20 سال 30 سال چند سال شد در روسیه یگان کاری بد یگان تاجیک کرد نکرد. فقط تاجیک متهم میکنند برای سیاست های حکومت روسیه استفاده میشد. تو دکر تاجیکا میقپند اینو مثلا این تروریست بود میگن، حالا که تاجیکا بیچاره در درون وگان خریشزنی که تیوره از مردم تاجیک دیده مردم حلیم، مردم بفهم، مردم با آداب نیست. لیکن در روسیه هم در اروپا هم در همه جا روی تاجیک سیو کرده است کی دو تا جماعت حکومت تاجیکستان همه جا به میترسوند مردم تاجیکی نانان گفته. بعد از این انا این حزبی ها من دیده استم که روی تاجیکو را سیو کرده است. برای چی؟ برای که تاجیک ها با اروپا هجرتشون زیاد شدگی است. بله تاجیک اومده آیا پیروی یگان حزب میشد؟ نه، تاجیک حقیقا بیزار از حزبش هم است، بیزار از حکومتش هم است. تاجیک مسلمان اهل سنت و جماعت است. همین بیا میگه جیم خورم و بچه گچه ما پوشونم و خورانم، بچه ما قلم درونی برف آب و خنک گرمی کتی مرده نبرود، همینهای برای خورانیدن کار میکرد. آرام تاجیک بیچاره اهل سنت و جماعت یک مسلمان بیطرف، نه طرف حکومت نه طرف حزبی. برای اینکه اینها خیانتشون مردم دید، اینها جنگ کردن 500,000 آدم مرد، اینا صلح زدند 30 به 70 آدمای پیرو شدگی همش تورمه به خون میرد. مردم اینا میدونند که حاضر پیروی حکومت شودم عاقبتش خوب نیست، پیروی حزب شودم عاقبتش خوب نیست. اینها هر وقت ممکن است بین همدیگری صلح میکنند. تمام مردم عادی بو عذابش میکشد بین. اینا صلح کردنش هر یک دقیقه ممکن است. تاجیک مسلمان بیچاره اهل سنت و جماعتی که نه تروریست است نه در یگان جماعت است، برای پولکار کردن اومده است قربان میشد. قربان سیاست حکومت، قربان سیاست حزب. حکومت نگه که یا به ما شو یا تروریستی، حزب هم عیناً همون طریقه همون رفتار کرده است که هر کسی که ما طرفدار نکرد تروریست است. اعوذ بالله. شما کی هستین ای احمقا، ای حکومتی های حزبی ها احمقا؟ ما طالب علمای اهل سنت و ما مردم اهل سنت و جماعت از حکومت دیکتاتوری ظالمی هم بیزار هستیم، از این کفار و از شمایی که فقط به منفعت همون حزبتون منفعت کرسی و شکم خود است و طرفدار رافضه ایرانی است، از این هم بیزار هستیم. ما مردم عامه اهل سنت و جماعت دردش میگیم، ما رهبران مردم اهل سنت و جماعت هستیم. یک راهبر اگر حکومت باشد، یک راهبر دیگر حزب و احزاب و این بازیگران سیاسی باشد، یک راهبر ما طالب علمان و علمای اهل سنت هستیم که ما نه طرف سیاست بازی اینو هستیم، نه طرفدار دیکتاتور هستیم، نه طرفدار ایران شیعه و حزبگرایی و این بازی هستیم. ما به مردم عامه میگوییم که مردم تروریست نباشید،
آدمکش نباشید، حرام است. دزدی نکنید، بی‌ادبی نکنید. هر کجایی که رفتید با آداب و اخلاق زندگیتون آرام انجام دهید. اما مسلمان باشید، اما مسلمان باشید. چنان محیدین کبیری در همون پیامی برای مهاجرای اروپا گپ میزند که گویا که همه بچه های تاجیکی که نمازخوان هستند یعنی تروریست هستند. شما بیاید ما دیده برایم در اروپا کی عمل های تروریستی میکند. در میانی شهری یکی از شهرهای بزرگی انا همون گرمانیا، آلمان، کی تیرپرانی کرد؟ کی تیرپرانی کرد؟ در نصف شب کی زد و خورد کرد؟ یکیش بران تجه بود، من نمیدونم، نه بران نگویم، من نامش نمیفهم خطا نکنم، برده بگیم، بله برده تجه که طرفدار حکومت تاجیکستان بود. یکیش عبدالرحمن نالنو طرفدار حزب نهضت، یکیش یک بچه کودک چوجه دیگر که طرفداری بله اینجا بله سلیمان به نام سلمان فارسی میبرد. اینا کی بود؟ حزب نهضت. تیرپرانی کی کرد؟ تیرپرانی هم دو بچه چوی یاش کدومش تیر پروند؟ کی پروند؟ از همون روزی که تاجیکا به اروپا آمدن تا امروز الحمدلله مسلمان های عادی نکردن که ما طالب علم همیشه به ادب، به آداب و اخلاق مردم دعوت میکنیم. ما طالب علم اهل سنت در جماعت به همه مسلمان ها میگیم در اروپا باشی، در اوکراین باشی، در دولت های عربی باشی، در تاجیکستان باشی، در روسیه باشی، به این کارها دست نزن. به این کارها دست نزن. فرزندهای خودشون، جماعت خودشون تیرپرانی در اروپا کرد، ای به بالای نمازخوانها، ای به بالای مسلمان های به ادب میافتد. حکومتی ها را مثلا امام علی را گرمانیا دعوت کرد همچون مهمان. وظیفه دار است که وقتی که همچون مهمان دعوت کرد، اروپا وظیفه دار است که مهمان دعوت شده اش رو حمایت کند. شما او را به توخ زدید، قهرمان این دنیا و آخرت خودتون اعلام کردید و گویا که تمام شما تاجیکستان آزاد کردید و آزادی را اعلام کردید. یک تا تخمه من آینش بررسید یا نرسید. همین کتی خوبید یک سال بس انا با چند مشد خوبید. شما این عمل کردید. از نظر حکومت اروپایی این عمل شما تروریستی است. آخر مهمانی برای شما زده است. شما کدوم چایخونه به در اومدید، کدومش زده برآوردید، ایزور کدومش دروندید، کاستومش دوتا چه کفوندید، چی میگن من وایوش گرفتید. ها این مردمی که از تاجیکستان اومد، حکومت تاجیکستان برای گرمانیا اینها مهمان همچون مهمان بود یا نبود؟ مهمانی تو نبود، مهمانی همین حکومت بود. شما این کارها را کردید. مسلمان های بیچاره اگر اومده باشد و باشد همینجا که ما خبر نداریم، کار بار خودش که تیاره. این مسلمان ها از بازی حکومت هم بیزار است، از بازی شما هم بیزار است، از بازی ایران هم بیزار است، از بازی روسیه هم بیزار است. این چی هستین؟ این چی هستین؟ بدبختی ظالمی. برای چی مردم ما را اینها بد میبینند؟ برای چی محیدین کبیری مثلا عادتا اهل سنت در جماعت بد میبینند؟ اولین پیشنهادی که به تاجیکستان، به حکومت تاجیکستان کرده شدگی که ای حکومت سلفی ها را پیشه گیرید، محکم کنید، ترمه کنید، اینو تروریستن گفته کی کرده گست؟ اولین پیشنهاد محیدین کبیری سال 2010 در ویدیو در یوتیوب است، نظر کنید. خودی اینا محیدین کبیری اینا قائل هستند، جناب محیدین کبیری به این قائل هستند که بله اولین طرح به حبس گرفته، ترمه کرده، محکم کردن حزبی ها را حزب نهضت از زبان محیدین کبیری حکومت گرفته. حکومت تاجیکستان در سال 2010 یک توپای حکومت بود، نمیفهمید که کی سلفی، کی حنفی، کی تبلیغی، کی حزبی. احمق بود. اساس دشمنی اساسی در نزد حکومت تاجیکستان در سال 2010 حزبی ها بود. در سال 2010 اساسی دشمن حزبی ها بود. حکومت مسلمان را فقط حزبی میدید، سلفی این گپا را نمیفهمید. لیکن عقیده حزب نهضت اسلامی که بالاهاش رافضگی بود
و اینا خود حزبی ها قبول میکنه. رافضگی بود یا نبود؟ ایران به چندش گرفته رفت؟ چند تا فیلم های مبتذل که گرفتش دیگه از ایران گشت اومدیم. ریاست اعلای ریاست اعلا ریاست بالای حزب نهضت هم در رافضه ها بود و حالی هم هست. اینها مصلحت کردن که چیکار کنیم که نظر حکومت رو از حزب نهضت به دیگر جانب کشیم. کدوم جانب؟ جانب مردم عادی اهل سنت و الجماعت. اهل سنت و الجماعت کی سلفی میگود؟ کی وهابی میگود؟ ایران میگود، رافضه میگود. اینها اهل سنت و الجماعت نقشه کشیدند و به کگب دادند. من به شما اینا سلفی است. کتابچه های رافضگی که رافضه ها سلفی گفتن نوشته است آوردن به تاجیکی ترجمه کردن. فرزندای اینا پر در ایران همش میخونن تا وزیره. بعد سال 2010 حکومت هم تو پای حکومت کمتر فهمید که اینجا سلفی ها بیسته، بیا سلفی رو جمع میکنیم. حکومت هم بعض سلفی رو ترمه کرد، بعض سلفی رو استفاده برد ضدی که ضدی نهضت. سلفی ها بگفت که شما گفت مرحمت به شما منبر به شما مسجد حزب بزنید. گفت برای چی؟ برای اینکه گفت انا این دکزات ها حزب ایرانی حزب شیعه و مکر الله. حزبی ها مکر کردنی شدند و اهل سنت خور کردنی شدند که الله خودش نخور کرد. حکومت فهمید که ها این جنده حزب دیگر است و مردم اهل سنت دیگر است. مردم استفاده برد به ضد حزب. حزب زد حزب گریزوند. بعد از این مردم هم سنی برد محکم کرد. مقصد چی؟ مقصد این است که اولین پیشنهاد برای این که مردم اهل سنت سلفی برده محکم کنید، نابود کنید، گفت تا امروز هزارها جوان در درون ترمه هست بیچاره. همین اهل سنت است، گناهش اهل سنت است. همین حزب نهضت شیعه تر همین پیشنهاد همین بود و عیناً همین پیشنهاد امروز در اروپا کرده شده است. هر کسی که طرفدار حزب نهضت نیست یا هر کسی که ضد نهضت گپ میزند، هر کسی که مخالفت نهضت گپ میزند، به اندیشه اینها راضی نیست. انا همون آدم اینها امروز که چی گفته شدند به حکومت های اروپا؟ تاجیکو تروریست احتیاج شوید. گفته مرد حکومت اروپا را ترسانیده، مردم تاجیک ترسانیده، به خودشون پیرو کرده یا که نابود کردنی اند. یعنی عیناً همین رذیلانه همون تاکتیکی که در تاجیکستان داشتند. در تاجیکستان به تاجیکستان همراه شده مسلمان اهل سنت نابود میکردند. در اروپا به حکومت اروپا معلومات غلط داده تاجیکای اهل سنت نابود میکرد. همه این نقشه ایران است، نقشه مسلمان کشی ایران است. از همه گنده ترین انسان در نزد اینها من هستم. من چیکار کردم؟ من چیکار کردم غیر از این که من به اینها موافقت نکردم، غیر از این که من طریقه نه جنگی اینها که سال 1992 کردند و بعد از این با دست دادند و بعد از این خودشون فروختند و ما چیکار کردیم؟ ما راضی نیستیم به اینها. دعوا و شعار حزب نهضت چی است؟ دعوا و شعار پیمان ملی که امروز سردار جناب محیدین کبیر است و اینها از همه شعارشان چی است؟ تحمل پذیری. تحمل پذیری. کنی تحمل پذیری شما ای حزبای مخالف، ای جناب محیدین کبیری، کنی تحمل پذیری شما؟ تاجیکایی که شما را قبول نمیکنن شما تروریست اعلام کردید. عیناً همون رحمان و فدو شما هر دو عمل یک نمود است. چه که در تاجیکستان کسی که امام علی را قبول نکند میرد حبس میشد، امروز اینها عیناً همون طریقه که کسی که پیمان ملی را قبول نکرد یا که حزب نهضت قبول نکرد یا مخالفت به فهم محمد اقبال یا محیدین کبیری کرد، این گویا که داعشی است، وهابی است، این سلفی است و این دشمنی یعنی مردم اروپا است. نه این خیل نیست. البته اروپایی ها هم احمق نیستند، حکومت اروپا هم احمق نیست، این چیزها را همیشه سنجیده میبرد، باید سنجد. اینجا گپ درباره جنگ ایران، جنگ شیعه ها به اهل سنت رفته است. اینجا فقط مسلمان اهل سنت کشته رفته است. حکومت هم میخواد که مسلمان ها طرفی باشد، حزب هم میخواد که مسلمان طرفی باشد. ما مسلمان ها میگیم که ما طرفی هر دو تام نیستیم. ما مسلمان ها بیزار از بازی های سیاسی خونریزانی شما هستیم. مسلمان ها را استفاده کردین برای منصب خود، حزب خود، کرسی خود. لقب تاجیک ما بین 4-5 سال بعد در تمام عالم لقب تروریستی گرفته است.
میگن که بعضی‌ها بسیار توجیکو به طرف جنگ ها رفتگی بری همون. افغان مگر نرفت، ایران نرفت، پاکستانی نرفت، روس نرفت، داغستانی نرفت، چچنی نرفت، فقط تاجیک رفته بود. چرا در تمام دنیا نام تاجیکش سیاه کرده ایستادن که هر کسی که تاجیک باشد خب به نماز است، به نماز است، ریشدار است، بیریش است، همچون تروریست نمبر شده است. سببش همین شما راهبرا هستین. شما اگر به تاجیک‌ها، اگر شما به تاجیک‌ها خدمت کردنی باشین، ای جناب محیدین کبیری، ای دیگر راهبرانی حزب حرکت‌های سیاسی، شما اگر به تاجیک در حقیقت خدمت کردنی باشین، خدمت شما چهار تا بچه گرد اطرافتون گرفته دیگه تاجیک تروریست اعلام کردن نیست. تاریخ سیاه شما میماند، تاریخ سیاه شما نوشته میشد که شما چقدر تاجیک کشی میکنید. ما میدونیم که گروه 24 در اروپا به حکومت اروپایی ها چی بهادهی میکنه، چی گزارش میده. گزارش حکومت مثلا مثلا سیاست حزب سیاسی 24 چی است؟ بله میگه امروز یک دو سه طالب علم برآمدگی مردم گمراه. نه ما اهل سنتیم. یعنی به خاطر پیش رفتنی در نزد حکومت اروپا قدر و قیمتش بلند شدن دروغ میگه، دروغ میبافد. و این چنین حزب نهضت، پیمان ملی، هر کسی که مخالف اینها باشد اینا تروریست. و در دنیا تاجیکستان رو یا تاجیک، جوانهای تاجیک رو به درجه مردمی دهشت آور، مردمی بی عقلی آدم کشی گنده کردن، در حالتی که این تاجیک بیچاره در روی دنیا غیر از شپاتی خوردن، غیر از زیر پای مردم بودن، غیر از غلامی، غیر از آداب اخلاق تازگی پاکیزگی دیگه کار ندارد. و ما هم طالب علم شب روز دعوت میکنیم که با آداب و با اخلاق باشید. ما ضد این عنف و ضد دیگر از کارهای بد هستیم، ضد عنف هستیم. لیکن مردم تاجیک امروز به سیاست ها آمیخته کرده، یا به ما یا دشمنی ما اعلان کرده. این شعار من به شما رئیسانی یا رهبران مخالفه باشد یا غیر نمیزیبد. این عاقبت شکست. شما فکر میکنید ما سخنهای شما را نمیسنجیم؟ شما فکر میکنید سخنهای شما به تاریخ نوشته نمیشود؟ شما فکر میکنید طعنه های شما به اهل سنت نوشته نمیشود؟ اهل سنت کشی شما نوشته نمیشود؟ شما فکر میکنید تاریخ این صلح ها نوشته نشده است؟ از الله ترسید، طعنه زنی به اهل سنت بس کنید. ما به آواز بلند باز میگوییم من طالب علم اهل سنت هستم. مردم تاجیکستان اهل سنت است. مردم تاجیکستان از دیکتاتور هم بیزار است، از حزب شیعه هم بیزار است. انمی گپ است. ما از ایران هم بیزاریم، از روسیه هم بیزاریم. چی میگین شما؟ مخالفت ما همی قصد شما به شما برده این جماعت به طعنه میتین، این جماعت به محیدین کبیری. از صحبت محیدین کبیری همین میآید که یعنی همه باید توفلی پوشد، شیم پوشد، کرته پوشد، گلسوک بندد، ریشه تراشد. اگر همین خیل نکنه تروریست میگه. اعوذ بالله. از الله ترسین، از الله ترسین. شما اگر نظر کنید به دیگر مسلمانان نظر کنید که در اروپا چه خیل گشت است. بعد تاجیکا به نظر کنید. تاجیکا همین عادی مردم است. مردم ترسانه را بس کنید، مردم طعنه زدن بس کنید. کنی تحمل پذیری شما شعار تحمل پذیر میکنید، کنی تحمل پذیری شما. ما از بالای شما به الله شکایت میکنیم و بعد از این حقیقت روتون میگویم توبه کنید و روز قیامت گریبانتون نمیگیریم. و بعد از این البته اینجا یک دو سه نفر دیگر مخالف هایی که مخالف حکومت تاجیکستان است و خودشون مخالف میگیرند و رهبرای دیگر حزب هم هست. پیمان ملی به مثلا دادجان عطااللهیف همراه نیست. دادجان عطااللهیف نمیدونم حزبش چی است، وطندار است والله اعلم. این گروه 24 هم نیست، این پیمان ملی هم نیست. اینجا شرافالدین گدایف در پیمان ملی است. اینا خودشون ساخته این آن است. رافضه رو آوردند به این پیمان ملیشون قطعی کردند. سید یونسی سرافشانی نماینده این رافضه از رافضه همین نقشه پول مول میبرد. ما بیخبر نیستیم، ما باخبر هستیم. لیکن از همون حزب‌هایی که آزادی تاجیکستان میخواهند به گفت خودشون ما خواهش میکنیم که پیش از آزادی تاجیکستان مردم تاجیک نمیشه بد نکنید. پیش از آزادی تاجیکستان مردم تاجیکستان لقبش لقب تروریستی نمونه. حال تاجیکستان آزاد نکرده شما به خاطر کرسی زندگی خود در اروپا مردم نمیشه سیاه کرده شدید.
مردم نومش سیاه شود تاجیکستان مراد هم آزاد نمیشود. بعد از این من فکر میکنم بعضی از این سیاسی هایی که پلیتیکای دموکراتی دارند اینها میفهمد اگرچه اسلامش ترک شده است، اینا از اسلام بوی ندارد، لااقل این ظلم بیدادی که به بالای مردم اومده شده است فهمیده شده است. من از شما خواهش میکنم مسلمان کشی را اهل سنت طعنه زدن بس کنید. گروه 24 باشد، به سردار گروه 24 هم از شما طلب میکنیم که شما تاجیک هستید. خواهش ما اهل سنت و الجماعت همین است که اگر شما به مسلمانای اهل سنت یاردم کردن نتوانید، لقب اینها را سیاه‌کنی را بس کنید. البته دانید که شما ضرر رساندن نمیتوانید. رفعت الاقلام و جفت الصحف، تقدیر نوشته شد، صفحه خشک شد، لیکن به این کارتون تاریخ سیاه به بالاتون بر میشد. به پیمان ملی هم همین سخن میگیم، به جناب کبیری هم همین سخن میگیم. بس کنید طعنه زدن مسلمان های اهل سنت، بس کنید طعنه زدن مسلمان های اهل سنت. و به جناب ددوجان طلاب هم همین چیز خواهش میکنیم، طلب میکنیم که شما فکر میکنم یک ژورنالیستی هستید که در سالهای 90 همراه این حزب نهضت بودید، مخالفا بودید، جنگ از اول تا آخرش بودید، چقدر آدمای بزرگ بود یا بزرگ نبود از واقعه با خبر هستید. فتنه های شده نشده ایستاده را شما شاید خوبتر دانید، زیرا که تجربه دارید شما که چقدر این فتنه ها سخت است. تاجیک دفاع کنید، تاجیک دفاع کنید ای مردم. تاجیک مسلمان هم کسی دفاع میکردگی هست؟ تاجیک مسلمان اهل سنت کی دفاع میکند؟ کی دفاع میکند؟ یا شما مسلمانی خودتون اعلام کردید که ما مسلمان نیستیم، و شما میگید که ما مسلمانیم، اگر چه عقیده ما دیگر است در مسلمانی شما هیچ باکی ندارد. عقیده خود شما تحمل پذیری است. مسلمان تاجیک، مسلمان بیچاره امروز عذاب میکشد در تمام این مشقت هایی که از سال 92 از سال 1918 که یا 17 18 که لیل اومد تا امروز مسلمان فقط عذاب میکشد. مسلمان هم دفاع میکرده انسان ها هست یا نیست؟ هر کسی که مسلمان حفظ میکند، مسلمان دفاع میکند، چهره مسلمان از تهمت و از دشنام ها دور میکند، الله حفظش کند، برکش بدهد. و هر کسی که چهره مسلمان سیاه میکند، مسلمان تهمت میکند، از بالای مسلمان نقشه میکشد، مسلمان طعنه به دیگر طعنه های تروریستی و غیر میزند، الله خوار و ذلیل در این دنیا و آخرتش کند. الله خشکش کند زبانش و جسمش رو. الله از فتنه های زمانه همه را نگه دارد. ما باور کنید این سخنهای اینها را میبینیم جگرمون میسوزد، دلمون میسوزد که این چگونه حالت تاجیکستان است. این است رهبرای تاجیکستان که امروز دعوا دارند، این است یکیش حکومت، یکیش پیمان ملی، یکیش همین بعضی مخالفا و بعد از این ما طالب علمای اهل سنت هستیم. ما نه یگان حزب داریم، نه یگان حکومت داریم، نه یگان قدرت داریم، نه یگان امر داریم، نه یگان، ما فقط همین دین آموزنده ایستادیم. منهج ما در مسئله تروریستی معلوم است که تروریستی را محکوم میکنیم، اما منهج ما ضدیت اهل سنت و اهل شیعه به ما معروف است. ما ضد شیعه ها، ضد رافضه ها، ضد ایران است و در همین اساس حزبی ها ما را بد میبینند. خیر بالاخره الله میگیم که از این فتنه ها همه ما را نگه دارد و عاقبت این مردم چی میشد والله اعلم. رهبرو خیلی خطرناک است، رهبرو خیلی خطرناک است، عاقبتش چی میشد والله اعلم. لیکن ما میگیم که عاقبتش خوب میشد همون وقتی که مردم به قرآن و سنت چنگ میزنند. به قرآن و سنت چنگ زنید، به قرآن و سنت چنگ زنید. نه این حکومتیش، نه این حزبیش شما را نه به خوشبختی و سعادت دنیوی، آمال و آرزوهای دنیوی شما را اینها تحقق کننده نمیتونند، نه در آخرت شما را به جنت میبرند. در هر دو حالت هم اینا
ضررشون سخت است. دیده ایستادیم که پلیتیکا را اصلا نمیفهمم. پلیتیکا در نزد اینها دروغگویی، پلیتیکا در نزد اینها فقط تهمت کردن طرف مقابل، پلیتیکا فقط طرف مقابل دیندار باشد تروریست، دیگرش باشد دیگر گفتن. نه، پلیتیکا نیست. شما پلیتیکا چی است؟ من حالی سیاست شرعی را نگفته استم، پلیتیکایی همون غربی خودتون نگفته استم. پلیتیکایی که شما میگوید تحمل پذیری کرده، زبان یکدیگر رو یافتن و وحدت و یک جایگی رو آوردن، اختلاف رو فراموش کردن، در جاهای اتفاقی یک جا شدن میگن. همین پلیتیکای این دنیوی است، ولی دینی به نه. این یک پلیتیکای کفری که خودشون دارن، لیکن عمل نمیکنن، نه به پلیتیکای دنیویشون نه به دینیشون. پلیتیک حقارت، دشنام، تهمت، انمی شده است پلیتیک. چی است این شرمندگی؟ نه بلوگ رسوق داریم درست داریم، نه طالب علمای اهل حق گفتنی داریم، نه مخالف داریم، نه حکومت داریم. همه به هم دیگر زدن. خیر است. الله خودش عاقبت بخیر کنه. کسایی که مخالف باشن بگوین، همینجا بنویسین که برای ما مخالفیم در همین مسئله. اگر مخالف باشین قسم به الله جایی که خطا میکنیم به ما فهمونین خطا کرده باشیم ما قبول میکنیم. عبدالرحمن مخالف باشی برو بالا، عبدالرحمن رو بالا کنیم. برای چی مخالف هستی؟ ما حقارت نمیکنیم مخالف ها را مثل دیگر رو. کسی که به ما مخالف باشه دین است نمیگه. مخالف باشی حجت تگو ما قبول میکنیم. اگر در حقیقت برای همین مسلمانای تاجیک همین گفتی توی به خود باشد محرمت قبول است. بله، نوشتن جمله را خوب درک کنید برادر عبدالرحمن. مخالف نباشید. جمله نویسی. خیر بالاخره ما یک سوال به قدر زیاد دور داشته برفت. مسئله را میپوشیم بس چی میریم؟ خب بلکه این سیاستمدارها بلکه این مخالفها باید معاملهشون رو به مسلمانهای اهل سنت خوب بکنن. باید به اهل سنت اگر اینها غلبه کردنی باشند، غلبه آیا بدون مردم غلبه کرده میشه؟ بدون مردم غلبه کرده میشه؟ اینها حاضر انتظار مردن امام علی هستند. اگر رفت تو امام علی عمرش 100 شد مثال، حاضر 72 باشد 28 سال دیگر نیم حزب نیم این گروهان مرده میبرند. یک اگر عمرش کوتاه باشد مرد جاش به فرزندش موند، فرزندش 35 ساله داداش برین اگر 78 سال 80 ساله شد مثلا 40 سال دیگر عمر بینه، چیکار میکنین شما؟ فقط مردن اون انتظار باشین. مردن که کار حل نمیشه. شما اگر غلبه کردنی باشید غلبه را آیا بدون مردم غلبه کرده میتوانید؟ نمیتوانید. چرا شما به ضد طالب علم، به ضد مسلمان ها، به ضد اهل سنت شب روز میزنید؟ آخر پلیتیکای شما چه خیلی پلیتیک است. یک کمی به مسلمان های اردام کنه. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و طائف رفتند، از طائف اومدن خواستند که به مکه داخل شوند. به مکه دروازه های مکه رو مشرکین قریش محکم کرده بودند. پیامبر گفتند من ینصرونی، کی من کمک میکرد از مشرکای یگان که شما من کمک کنید؟ مسلمان های تاجیک هم امروز از شما کمک میطلبند، از همین حزبی باشد یا حزبی خاص باشد یا حزبی بزرگ باشد یا مایده باشد یا کلان باشد. شما مسلمان های تاجیک دست گیرید، اهل سنت که یک جا شوید، عقیدتا فکرا غلبه میکنید. در غیر این صورت چه نیست. شما از مردم، شما اگر از دین و از عقیده و از اهل سنت جدا شوید شما از مردم جدا شدید. مردم اهل سنت هستند. فقط همین پومیری که همین کار حل نمیشد. 5 سال 6 سال فقط پومیری میگین. شما پومیری هم تاجیکستان نیست. چند درصد تاجیکستان میگیره؟ بالاخره محمد مدنی یک